پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من نمین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به کلیپ جدید ساسی مانکن که داخلش یه پورنستار رو ورده بود و به عنوان یک مدل ازش استفاده کرده بود با شما صحبت بکنم. کلیپ از تهران تا توکیو. مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری سمیه ها؟ روزایی که خونه نیستیم و پارتی میکنیم سمیه جان وای نرو سمیه، چه بدنی داری سمیه علف میزنی سمیه. اما چرا من میخوام راجع به این کلیپ صحبت بکنم؟ واقعا یه سری از حقایق واقعی جامعه رو ما میتونیم به عینه با انتشار این کلیپش فکت بدیم و رفرنس بدیم. الان تقریبا ساعت 2 بامداد به وقت آلمان هستش و من خیلی دوست داشتم داغ اصطلاحاً ویدیو رو ضبط بکنم و برام اصلا مهم نیستش که این ویدیو کی ادیتش تمام میشه و کی منتشر میشه. شاید به وقت ایران نخوره یا به وقت اون کسایی که در اروپا هستن نخورم و من این ویدیو رو منتشر میکنم. تقریبا 6-7 ساعت از انتشار این ویدیو میگذره و بیش از 3 میلیون نفر این ویدیو رو دیدن و به اشتراک گذاشتن و بیش از 500,000 نفر این ویدیو رو لایک کردن. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. حالا چرا این قضیه جالب هستش؟ میخوام به شما بگم که در سیستم داخل ایران و در سیستم آدم‌هایی که اصطلاحاً خودشون رو مغز متفکر میدونن چه دره عمیقی وجود داره. جامعه ایران و اون آدم‌هایی که توی شبکه‌های مجازی هستن عموماً دنبال کلیپ‌ها و فیلم‌ها و تصاویری میگردن که یه مقداری موضوعاتش عجیب و غریبه. وقتی که حضور یک پورنستار در یک موزیک ویدیو برای مردم جالب به نظر میاد، واسه یه عده خاطره انگیز میشه، واسه یه عده یه سری خاطرات رو تازه میکنه، نشون میده که جامعه ایران، اون کسایی که در فضای مجازی هستن، مشخص میکنه که دنبال کدوم مسیر هستن و دارن به کدوم مسیر میرن و همه اینها به خاطر جامعه بسته‌ای هستش که توی ایران اتفاق افتاده و هر چقدر شما هر چیزی رو سرکوب بکنی بیشتر خودشو نشون میده. حالا شما توی ایران به دنبال این باش که طرف مثلا سوار دوچرخه نشه، نمیدونم رو زین اسب نشینه یا مثلا فلان کارو نکنه و آهنگایی که ساسی میده بیرون عموما جفت پا میره توی فرهنگ جامعه، جفت پا میره روی اون جامعه‌ای که عموما خام هستش تفکراتش. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، ساسی 3-4 تا آهنگ آخرش دیگه فکر کنم سوراخو پیدا کرده دیگه. همه آهنگاش یه ریتمه، یه شکل، یه تنظیمه و به یه سبکه. یعنی شما تمام آهنگای آخر ساسی رو نگاه بکنید، از جنتلمن بگیر با این ور تا دکتر و تا این تهران تا توکیو، همشون روی یه ریتم هستش و کلا یه لوپ بوده هی زده و این آهنگو داده بیرون و شما فکر کن که ساسی رفته با الکسیس خونده و اصطلاحاً گذاشته توی کلیپش بازی بکنه، اما کارت ملی یه عده هنوز نیومده و شوخی بوده که توی شبکه‌های مجازی میکنن و البته شوخی‌های دیگه‌ای هم کردن. اما میخوام به شما بگم که جامعه ایرانی به نظر من اون کسایی که در فضای مجازی هستن و دنبال کننده این شخصن به دنبال همین موضوعات میگردن و بعد از انتشار این ویدیو 200,000 نفر در کمتر از 6 ساعت به مخاطب‌های ساسی اضافه شد
بار موسیقی‌های خاصی این آهنگ نداشت. یعنی وقتی شما این آهنگ رو گوش میدید صدا که مشخص تکلیفش چیه و سبک خوندنش هم مشخصه، از لحاظ تکنیکالی و از لحاظ چیزهای مختلف کارشناسای موسیقی میتونن نظر بدن. من در جایگاهی نیستم بخوام نظر بدم، اما دیگه تابلوه دیگه. پس به خاطر بار موزیک و بار چیزهای مختلفش نبوده، به خاطر وجود یه پورنستار در این کلیپ بوده که مردم رفتن و نگاش کردن و دنبالش کردن و برای یه سری افراد چه خاطراتی که زنده نشد. و کلا اگر این کلیپ رو ساسی میداد به بهار رهنما، من فکر میکنم با نصف قیمت کارو در می آورد. با بینوش بختیاری فکر کنم با 2-3 میلیون تومان کارو در می آوردن. ما خب به حال هزینه کردن و الکسیس رو آوردن و ببینید چه تفکراتی پشت این قضیه بوده و چه پولهایی خرج شده که همچین چون این پورنستاری که از بهترین پورنستاراست دیگه، تو رنکینگ های خودش کلی هم جایزه گرفته. حساب بکنید اینو برداشتن آوردن توی کلیپشون و عدد میلیونی بهش دادن که بیاد بازی بکنه و ویو بگیرن و دنبال کننده بگیرن و اونا هم اتفاقا سوراخو میدونن ذهن جامعه ایرانی دنبال چیه، دنبال چی میگرده. اینو آوردن گفتن که بهترین اتفاق هستش 2 میلیون هم فالوور ریز این وسط بگیریم، دیگه خودش کار در میاره دیگه. برای همین حالا یه عده روشنفکر بیان بشینن بگن که بیایم نمیدونم فرهنگ جامعه رو ببریم بالا. جامعه ایرانی، اون کسایی که توی فضای مجازی هستن 60-70% دنبال همچین موضوعاتی میگردن، ببینن چه حاشیه‌ای تو فضای مجازی، چه کلیپ اینطوری میاد بیرون و چه اتفاقات اینجوری میفته. یه حرفی همون اول زدم بازم تکرارش میکنم، یه دره عمیقی بین تفکرات جامعه و واقعیت جامعه ایران وجود داره که ما داریم در این نوع کلیپ ها میبینیمش و خیلی هم دوست داشتم من راجع به این موضوع صحبت بکنم که توی 6-7 ساعت چه بازدید عجیب و غریبی برای خودش گرفت. البته به نظر من این باهوشی و زرنگی ساسی هم میرسونه دیگه و میدونه که هم خودش هم فرشید که مدیر برنامه‌هاشه که پسره سوراخو پیدا کردن، میدونن که جامعه کدوم سمت داره میره. و منم داشتم توییتر رو رصدی میکردم، یه عده داشتن میگفتن وای چه ضربه‌ای داره به موسیقی ایران میزنه، وای چه رکبی داره میزنه به فرهنگ جامعه ایرانی. داره ضربه رو میزنه، اما اون کسانی که روشن فکرن، اون کسانی که منتقدن نمیان از این نوع سبک موسیقی انتقاد بکنن. کسی که میاد توی موزیکاش میگه اول این بد کتاب، اون آدم هایی که نمیدونم طرفدار جوامع فمینیستن، طرفدار حقوق زنانن، طرفدار حقوق مردانن، طرفدار اینورن اونورن، هیچ وقت نمیان از این موضوع انتقاد بکنن، به خاطر اینکه آخرشون به یه جا ختم میشه، اون منابع مالیشون به یک جا ختم میشه، اون تفکرات سیاسیشون هم به یک جا ختم میشه. برای چی راد بیرون که آره پشتش پسر ابی و نمیدونم چیزای مختلف و کی اومده تو پسر ابی. میدونید همه اینا مثل پازل و همدیگه وصله و به خاطر همین هیچ وقت نسبت به این موضوعات مستقیم نمیان انتقاد بکنن. و با این نوع آهنگ‌ها من باید بگم که مسئولان فرهنگی ایران یه 30-40 سال عقب‌ترید، چون اینا میدونن و سوراخو پیدا کردن. شما هنوز سوراخو پیدا نکردید و نمیدونید که جامعه از کجا داره بیشترین آسیب رو می‌بینه. در صورت مرسی که با ما بود. خیلی دوست داشتم کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید و تقریبا هم 10 دقیقه گذشت، نمیدونم که ویدیو آماده بشه و آپلود بکنم دوست دارم، ولی خب نظراتتون رو نسبت به این موضوع بدونم. مرسی.